شما هر چه گویم ز من بشنوید، اگر کارمندید خرم شوید. یا بشنوید و خرم بوید. شما هر چه گویم ز من بشنوید، اگر کارمندید خرم بوید. یکی ژرف بین است شاه یمن، که چون او نباشد به هر انجمن. همش گنج بسیار و هم لشکر است، همش دانش و رای و هم افسر. همش گنج بسیار و هم لشکر است، همش دانش و رای و هم افسر است. نباید که یابد شما را زبون، نباید که یابد شما را زبون. به کار آورد مرد دانا فزون. درود به شما. برنامه شماره 43 رو از تلویزیون ملی پارس پیشکش شما میکنیم. امیدوارم خوب و خوش باشید و روزگار رو به خوبی گذرانده باشید. در برنامه پیشین دیدیم که یا برنامه های پیشین پادشاه فریدون جندل رو برای فرزندانش که هنگامی خودش 50 سالش شده بود 3 فرزند داشت که اینا درخور پادشاهی بودن و انسان هنگامی که به فرهنگ ایرانی نگاه میکنه میبینه که فرهنگ ایرانی جوانگراست. پس اینها باید به پادشاهی برسن، بر تخت بنشینن و به پادشاهی برسن. برای اینکه به پادشاهی برسن پس یه خانواده‌ای هم داشته باشن که این از آزمایش که در خانواده میکنه به خانواده بزرگ میهن خودش هم نگاه بیاندازد. جندل رو فرستاد، گفت برو و بگرد به گرد جهان و پیدا کن. نگفت به گرد ایران، گفت جهان. گرچه اون روز اون 7 کشور رو جهان میدانستند، در جاهای گوناگون اومده و 7 کشور زمین میگفتند. در اوستا و در سرودهای دیگر هم داریم که نیایش هایی هست 7 کشور زمین. به هر روی جندل رفت و در همه دهقانان ایران که رفت و گشت پیدا نکرد و به سوی یمن، شاه یمن رفت. شنید که اون 3 دختری با ویژگی هایی که فریدون شاه گفته داره رفت اونجا و از اونجا خواستگاری کرد. اون میخواست ندهد، دید نمیشود و باید بدهد و اینک دنبالی داستان رو پی میگیریم. نخست سپاسگزاری کنیم از جناب مهندس شجره که چراغ این تلویزیون رو روشن گذاشتن و این چند دهه هست که داره کار میکنه و امیدوارم همچنان پابرجا بماند. از بانوی جوان بانو مرجان نقوی سپاسگزارم، از سرکار امیر شهرتی هدایتگر برنامه و دوستان دیگری چون سپهر خسروی و سرکار اسی که بازپخش برنامه رو بر دوش دارن. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد بهتر از هر چیزت داد، ستایش خرد را به از راه داد. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان، یا به یکسان روش در زمانه مدان. از او هر چه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. خب بچه هاش آورد نشوند و سرودهایی که پیش از این خوندم بهشون گفت که به من گوش بدهید. چرا میگوید؟ چون من راز و رمز پادشاهی میدونم، آموخته شدم، من پیش بزرگان آموخته شدم. اینک به شما میگویم که به آنجا میروید. اون نمیخواد دخترش به شما بده و بهانه میاره و کارهایی میکنه. پس به من بشنوید. اون آدم ژرف بینیه. ببینین برخورد چگونه است در فرهنگ ایران زمین. پادشاه میدونه که اونجا میره و بچه هاش میتوانند دچار دشواری بشن. با این روی باید بیاموزند که با دشواری روبرو بشن. یک شاه، یک شاهزاده، یک سیاستمدار باید بتواند که برخورد بکنه با اینها و بیاموزه و خودش رو نبازه. نباید که زبون یافته بشه. بهش گفت پس اینها رخ میده، شما داشته باشید و در اونجا بدانید که چه باید بکنید. خب این رفتن پیش اونو سرو پادشاه یمن به گفتگو نشستند و ازش خواستند که درود فریدون رو بپذیر و به هر روی به روز نخستین
یکی بزگاه بسازد شما را دهد پیشگاه. این هنوز دنبالی اون سخنه. میگه شما که میرید اونجا روز نخستین یک بزگاهی درست میکنه و شما رو پیشگاه میده، شما رو میپذیره. سه خورشید رخ را چو باغ بهار بیارد پر از رنگ و بوی و نگار. سه دخترش رو میاره. ببینید با شاهنامه رو نگاه میکنیم، سه زن رو داره میگه، سه بانو رو داره میگه، سه خورشید رخ رو میاره. ببینید زیباترین نام ها در ایران زمین نام بانوانه. چرا که جایگاه اون هست. من در کتابی که به نام بانوان زن در تاریخ فرهنگ ایران و شاهنامه، در فرهنگ ایران زمین و شاهنامه اینو خواهم نوشت، باز میکنم این نکته ها رو. سه خورشید رخ را چو باغ بهار. این سه تا خورشید رخ که چه هستن که هیچی، همچی که میان مانند باغ بهارن، پر از زیبایی هستند. بیارد پر از رنگ و بوی و نگار. پس بزمی میاره و این ستا رو میاره. نشاند بران تخت شاهنشهی سه خورشید رخ را چو سرو سهی. پس اینا رو میاره اونجا میشونه و شما مهیای این باشید، آمادگی اونو داشته باشید. به بالا و دیدار هر سه یکی. ما امروز دیدار رو میگیم ظاهر. به بالا و دیدار هر سه یکی که از مه ندانند باز اندکی. کسی نمیتونه کدوما مهتره کدوما کهتره. مه و از که نمیدونه. اینک من به شما میگم چجوریه. چرا؟ چون خودش هم پادشاه، خودش آموزش دیده و میداند که این روش ها چگونه میتواند کار کند. از این سه تا کهتر رو میندازه پیش. یادمون باشه که خود فریدون هم دو تا برادر داشتن، سه تا برادر بودن، دو تا برادرش از این بزرگتر بودن. در داستان میاد میگه این در داستان سیامک هم میبینیم که هنگامی که سیامک کشته میشه میماند کیومرث تا فرزند این بهره‌ای برای پادشاهی داشته باشه. از این هر سه این نگاه جوانگرایانی فرهنگ ما. از این هر سه کهتر بود پیش رو، مهین از پس و در میان ماه نو. پس این ستاره اینجوری میکنه، کوچکر میندازه پیش، بزرگه تای تای، میانه هم که در میان است. پس با نگرش، با مهیایی و آمادگی باید شما بتوانید یک کشور رو اداره کنید و این آموزش ها و پندهای نهفته که داره به اونها میده. چرا؟ برای اینکه هنگامی که میآید بر تخت پادشاهی میشیند بسیاری از کارها رو باید بداند چه کار میکنه، با دید روشن به اون نگاه کنه. این آموزش های گام به گامه. اینک ببینید اینها رو چگونه میشونه. نشیند کهین، کهتر، کوچکتر، نزد مهتر پسر. چون شما که نمیدونید کدوم بزرگترن کدوم کوچکتر، هر سه یک جورن، یک گونن، دانششون خوبه، خردشون یکیه، زیباییشون یکی، آموزش هاشون یکی. نشاند یا نشیند کهین نزد مهتر پسر. مهین ماه اون دختری که مانند ماهه که مهتره، نزد کهین تاجور، اونو میذاره پیش پسر کوچک ایرج. اینجا میدونی بیانه نشینت هم در میان بدان کت ز دانش نیاید زیان. از دانایی زیان نمیدونه. بدان میانه نشینت هم در میان بدان کت ز دانش نیاید زیان. اینو بدون از دانستن کسی زیان نمیبینه. این رو مسکو نیاورده. ما پایین تر که بریم پیرامون 40 سرود رو میدونیم، از اینجا مسکو نیاورده است. اونهایی که شاهنامه مسکو رو دوستان به کار میبرن که من 2 تا از بچه ها رو میشناسم دست کم. خب میانه نشینت هم در میان بدان کت ز دانش نیاید نشان. بپرسد شما را کز این سه همال کدامین شناسید مهتر به سال. کدوما بزرگتره؟ اینها روش های آزمودن. میانه کدام است و کهتر کدام؟
بباید بدین گونه تان برد نام. به این گونه که من میگم بگید که کدوما میانه است، کدوما کوچکتره، کدوما بزرگتر و چگونه است. شما چه کار میکنید؟ بگویید کان برترین کهتر است. اونی که برتر نشسته در بالا اون کهتره، کوچکتر است. مهین را نشسته نه اندرخور است. اون که نشسته پیش مهین، پسر بزرگ، مهین را نشسته نه اندرخور است، اون درخوره اون نیست، برای اینکه اون بزرگتر، دختر بزرگتر. میان خودن در میان است راست، برآمد تو را کار و پیکار کاست. بگید که این اونجوریه. خب پس آموزش فرهنگی بسیار ارجمنده. اگر که ما در کارهامون آموزش نبینیم و آموزش ندهیم و تنها بشنویم و گمان میکنیم که این گفته است و آن گفته است، خودمون سخنگو میشیم و دانشور و دانشمند، چون این نیست. باید پژوهش بکنیم، از دانندگان بپرسیم و پی ببریم. دنبال میکنه سخنشو بدین گونه رانید یکتر سخن ز خورشید رویان سرو چمن. درباره خورشید رویان سرو چمن باز نگاه کنید، دختران شاه یمن رو داره میبینید. اینا یمن زیر فرمان پادشاهی ایران هست، شاهنشاهی ایران هست، خاک ایران نیست. با این روی هنگامی که داره اونا رو میگه، خورشید رویان سرو چمن رو داره میگه. اینو نه خالقی، نه ژوربون، نه یوحنا، نه مسکو، نه جنیدی، هیچ کدوم نیاورده بودن این سو رو. بمانید با یکدیگر، این هم داره باز اونها نیاوردن و یه دو تا سرود، سه سرود پس از این هم نیاورده. بمانید با یکدیگر هم سرای، با هم در یک سرای بمانید. این سرای ما امروز بهش میگیم خانه. خانه‌ای که ما میگیم اتاقه. اتاق، ما امروز به خانه میگیم اتاق، که در تاجیکستان اگه بریم نمیگن اتاق یا خانه، میگن آشیانه. آشیانه همون خانه است. خود اون چیزی که ما بهش خانه میگیم سرایه، که ما داریم در مهمان سرای، کاروان سرای. شما پس در یک سرای، یا به گفته امروزی در یک خانه بمانید. چراشو پی میبرن. مباشید با یکدیگرشان جدای، با از همدیگه و از اونها سوا نباشید، همیشه کنار هم باشید. اینم باز نیاوردن. بدین گفتنی های من بگروید، همین رازهای مرا بشنوید. هم این رازها رو بشنوید، هم به این گفتگوهای من گرایش پیدا کنید و پیش بینی کنید چه باید بکنید، که فرهنگتان هست و ارج و هنر، بنانید این را همه در به در. پس اینها رو با فرزندانش در میان گذاشت. هر سه پسرم آماده میشن و راهی میشن که برن به سوی پادشاه یمن. گرانمایه و پاکرس گوهر، نهاده همه دل به گفته پدر. ز پیش فریدون برون آمدند، پر از دانش و پرفسون آمدند. به جز رای و دانش چند در خورد پسر را، که چونان پدر پرورد. این از پندهای شاهنامه است. میگه به جز رای و دانش، به جز رای و گزینش و دانستن چند در خورد پسر را، که چونان پدر پرورد. هنگامی که چونان پدری فرزندی به پرورد، بیگمان پرونده دانایی می شود و در این برخورد سربلند بیرون میاد. اینک پسران راهی یمن می شوند و به نزد سر پادشاه رمن میرن، میخوان برن. سوی خانه رفتن هر سه چو باد، شب آمد بخفتند پیروز و شاد. اینم باز اون چند تن پژوهشگر نیاوردن. چه خورشید زد عکس بر آسمان، پراکند بر لاژورد در قوان. برفتند و هر سه بیاراستند، ابا خویشتن موبدان خواستند. اینها رو افسوده میدانند که موبدان رو خواستند. در داستان رستم و سهراب و تهمیده باز ما این داستان رو داریم که اینها دارن میرن دیگه موبد رو با خودشون کجا میبرن، چون اونها خودشون آیین خویش رو دارن
پس این سه تا سرود هم میبینیم نیاوردن. خب کشیدن با لشکری چون سپه، همه نامداران خورشید چهر. پس اینا لشکری به خودشون گرد آوردند و به راه آمدند، به سوی یمن رفتند. چو از آمدنشون شد آگاه سر پادشاه رمن، هنگامی که آگاه شد که ایران اومده، اینا دارن از ایران میان، بیاراست لشکر چو پر تذر ما امروز بهش میگیم قرقاول. تذر نام زیبای پارسیه که میبینیم پرای رنگی و چشمای زیبایی داره. تذر رو بهش خروس کوهی هم میگوید. پس لشکری فرستاد براشونو، از آشنا و بیگانه هم همراهش فرستادن. اونها وارد یمن شدند. به درون یمن که وارد شدند، مرد و زن آمدند به پیش بازشان. شدند آن سپرمایان در یمن برون آمدند از یمن، مرد و زن همه گوهر و زعفران ریختند، همه مشک با می در آمیختند، همه یال اسبان پر از مشک و می، پراکنده دینار در زیر پی. پس اومده بودن اینها با اسب‌های مشکینی که بوی مشک همه جا پراکنده میشد و دینار هم پراکنده میکردن به زیر پاشون مانند گلریزان. یک کاخی هم آراسته کردن براشون، یک کاخ آراسته چون بهشت، همه از زر و سیم افکنده خشت. که این بسیاری بهشت بود که از زر و سیم، که زر میشه امروز میگیم طلا، که ما هنوز زرگری رو میگیم، تا به زر میگیم طلا، به سیم هم میگیم نقره. سیمین رو به کار میبریم رنگ برای بانوان مانند همسر من. سیم رو هم به کار میبریم، با این روی میگیم نقره که ایرانی نیست. به دیبای رومی بیاراسته، چه مایه بدو اندران خواسته. و ببینین اینو باز مسکو جنوبی نیوردن. نگاه کن هنگامی که میگه اینو آراسته کردن، باز دیبای رومیه. دیبا اطلس اینها مال روم بوده و این زینهارداری و امانتداری فرهنگ ایرانی که هرچه از کجا آمده ما میگوییم و بیهوده از آن خود نمیداریم. دادگریستیم. فرود آوریدن در آن کاخشان، چو شب روز شد کرد گستاخشان. پس آورد و در اونجا جایگاهشان داد. ببینیم چه دختر چه کاری میکنه. میره و دخترانشو به همان گونه که فریدون گفته می آمد. سپه بعد برون آوری نزده ها، سه دختر چون فریدون بگفت. آورد این دختران هر سه مانند ماه تابنده بودن، هر سه همانند بودن. از زیبایی نمیشد به ایشان نگاه کرد، به دیدار هر سه چو تابنده مان، نشایست کردن به دیشان نگاه. از زیبایی سخنی درشون نمیشد بهشون نگاه کرد. این به دیدارم باز گفتم به ظاهر، به دیدار هر سه چو تابنده، ظاهرشون اینجوریه. دیدار رو به کار ببریم. فرزندان ایران که سرود میگید، ترانه می نویسید برای خواندن، خوانش، برای خونی و موسیقی، به کار ببرید اینها رو. بلند بالا رو به کار ببرید به جای بلند قد. دیدار رو به کار ببرید به جای ظاهر. نشستند هر سه بران هم نشان، که گفتش فریدون به گردن کشان. که فریدون گفت به این گردن کشان، اینا شاهزادگان گردن. از آن سه گرانمایه پرسید مهتر سر. پادشاه یمن ازشون پرسید که از این سه ستاره کدام است که. پس پرسید کدام است که، کدوم کوچکترن. باز هم در اینجا میبینیم که این ستاره، ماه ستاره است، خورشید چهره. این فرهنگ ایرانیه. فرهنگ ایرانی تو سر زن نمیزنه. در فرهنگ ایرانی زن حامله نیست، حمال نیست، زن بار داره، میوه داره. این واژه ها بار خودشون داره، معنی و مانای خودشون داره. که از این سه کدام است که، که از این سه ستاره کدام است که، میانه کدام است و که تر کدام. بیارید بر این گونه، بباید بر این گونه تان برد نام. بر این بایسته است که اینها رو بگویید.
بچه ها همون گونه که جوان ها همون گونه که پدرشون فریدون بهشون گفته بودن گفت و این نیرنگ این رو از میان برداشتن. شاه یمن شگفت زده شد که این چه دانا هستن، مسکو اینو نیاورده، سرود پایینیش هم نیاورده. شاه یمن پی برد که نه، اینا آگاهند و با آگاهی و دانایی آمدن، پس دیگه سودی نمیکنه، باید اندیشه دیگر بکنه. چون این گفت آری همین است، ره یا زه هر دو آمده است. استاد خالقی آورده زه که همین است، زه. آفرین. مهین را به مه داد و که را به که. پس بچه هاشو عروس کرد و کوچکتره رو به کوچکتره داره، میانه رو به میانه و بزرگتره رو به بزرگه. هنگامی که کارشون درست شد و اون بازار اون نیرنگ ها به پایان رسید، 3 دختر با 3 داماد رفتن دیگه. اونم گفته بود در آغاز، شاه یمن گفت که من اینو با آیین و کیش اگر چنان بشود و اله بشود و بله بشود، من اینا رو با آیین و کیش این کارو میکنم. و این هم به آیین و کیش خودشون این کار کرد. پس اونجا که دیدیم موبدان رو گفتن افسوده است و برداشتن، بر این پایه هست، هیچ نامی از موبد نیست. 3 دختر فرا پیش 3 تاجور. پس ببینید باز دختران دارن میرن، بانوان دارن میرن پیش از پسران میرن، با که اینا شاهزادگانی هستن، فرزندان فریدون هستن. یمن و پادشاه یمن در زیر دست پادشاه ایران هست. با این روی این جایی که داریم میبینیم بانوان جای برتری دارند و پیشروند. 3 دختر فراپیش 3 تاجور، رخانشان پر از خون ز شرم پدر، را افتادن رفتن سوی خانه رفتن با ناز و شرم، پر از رنگ رخ لب پر آوای نرم. خب این سر تازیان این آرام نمی نشیند و کارهایی میکنه که ما میبینیم و بهشون میرسیم که چه کارهایی میکنه. سر تازیان صرف شاه یمن می آورد و میخاره کرد انجمن. می آورد و کسانی آورد که میخارگی بکنن و به رامش بیاراست بگشاد لب، همی بود تا تیره برگشت شب. اومد وایساد پیش اینها تا شب دیر هنگام باشه، اینا خسته بشن، مانده بشن و بخوابن. خسته راستش به کمی زخمیه، مانده آدم مونده میشه، که هنوز ما لورا میگیم مونده نباشی من ننوی. 3 پور فریدون 3 داماد اوی، بخوردن می هر 3 با یاد اوی. به یاد فریدون می نوشیدن اینها. ما هم امروز هم میگن که به سلامتی، این به شادی پادشاه، به یاد پادشاه نوشیدن اینا. پس از دوران کهن ما به این که میگیم به شادی شما، به شادی برای نمونه فریدون شاه، به تندرستی شما، اینو از گذشته در فرهنگ ایرانی بوده، چون فرهنگ شادخوار و می گسار و میخواره. بدانگه که می چیره شد برخرد، خالقی و مسکو اینو نیوردن، کجا خواب و آسایشان در خورد، سبک بر سر آبگیر گلاب، بفرمودشان ساختن جای خواب. پس اینا که دید دیگه خوابالود شدن و دیگه خوابشون میاد و خستشون کرده و مستشون کرده، در کنار آبگیری که اونجا گلهای گلاب بود که امروز نمیدونم چرا بهشون میگیم گل محمدی، اینا گل گلابه، چون این گل اصلا در عربستان بار نمیاد، این کوهپایه و اینها باید باشه. بفرمودشان ساختن جای آب، گفت براشون رخت خواب بندازن جای خواب. به پاری زیر گل افشان درخت، به خفتان 3 آزادی نیکبر. پس اونا اونجا در زیر 3 تا درخت اینها خوابشون برد و با خستگی هم که داشتن و میگساری که کرده بودن. خب اینک ببینیم چه کار میکنه. پس اینا خوابیدن اونجا. سر تازیان شاه افسونگران سر که میخواست افسونی به کار ببره، این دختران راهزنانش بودند و چشم و چراغش بودند، این نمیخواست اینا رو بذاره بره. به هر بهانه‌ای اگرچه درگیری هم پیش بیاد، میخواد یه راهی پیدا کنه که درگیری هم با پادشاه نداشته باشه.
چون با شاهنشاه، چون بالاتر گفتش که من با این نمیتونم درگیر بشم. سر تازیان شاه و افسونگران یکی چاره اندیشه کردن در آن. پس اومد در این باره یک اندیشه کرد که چه باید بکنند. برون آمد از گلشن خسروی، بیاراست آرایش جادویی. پس اومد یک جادو جنبلی به کار ببنده، اینو مسکو نیاورده. پس یک کاری کرد که سرما بیاده، مانند امروز که دیدی یک کاری میکنن که ابرا ببارن. برآورد سرما و بادی دمان، بران تا بدیشان سرایت زمان. اینو کاری کرد که باد بشه و سرما بشه و زندگی اینها به سر بیاد. چنان شد که بفسرد هامون و راغ، به سربر نیارست پرید زاغ. پس این سرما که آورد، کسی نمیدانست که این سرما چه میکند با این شاهزادگان. اینک این سرما چه میکند با شاهزادگان و آیا میتواند این شاهزادگان ایران زمین را از میان ببرد یا نه؟ چیزی است که ما در هفته آینده دنبال خواهیم کرد. شادزی بهرفسون، استوار و پایدار. خدا نگهدار.